درود دوستان، در ادامه مباحثی تحت عنوان پادکست سربداران وطن امروز میخواهم به یک معضلی رو اشاره کنم که هم معضلی است برای ملت ایران و میشود گفت جمهوری اسلامی تا این لحظه نتوانسته چاره‌جویی کند و آن دو تیپ یا لشکر یا هر اسمی که بنامیم زینبیون و فاطمیون جمهوری اسلامی از ملیت افغان و پاکستان استفاده کرده بود در طول این 15 سال گذشته که مزدور کرایه کند، اجیر کند و اسلحه به دست بدهد به مزدورانی که بروند در یک کشور ثالث برایش بجنگند به عنوان نیروی نیابتی و عمق استراتژیک و در واقع بازوهای نیروهای نیابتی که همگان بهتر از من میدونید. من خواستم امروز به این بپردازم چرا امروز این بحث رو انتخاب کردن. دوباره تو تلکس خبرگزاری‌های جهان دیدم که عباس عراقچی چند باره داره مذاکره میکنه و دوباره با وزیر امور خارجه پاکستان داره رایزنی میکنه راجع به سرنوشت 14,000 پاکستانی. در این گفتگوی تلفنی قبلا چند روز پیش که من هم به این خبر اشاره کردم در سربداران وطن بازنشرش دادم، زمزمه ها و شایعه از این بود که پاکستانی‌ها قبول کردن اگر همه 14,000 پرونده رو در واقع دولت جمهوری اسلامی به دولت پاکستان بدهد، آنان حاضرن نیمی از این کسانی رو که ملیت پاکستانی دارند رو بپذیرن، به شرطی که حق انتخاب داشته باشن و خودشون بگن چه کسانی رو میخوان. چرا که دولت پاکستان خیلی از این تندروها رو جز افتیر لیست خودش داره، چرا که در اوج بحبوحه در واقع حتی تعرضات نظامی که دولت پاکستان و جمهوری اسلامی داشتن در فروردین 1403 من خاطرم هست که کل کسانی رو که در مجموعه های تحت عنوان زینبیون و فاطمیون از ملیت پاکستان شرکت کردند در جنگ نیابتی برای جمهوری اسلامی، پاکستان جرم تلقی کرد و کسانی رو که ثابت بشود که برای جمهوری اسلامی تحت عنوان فاطمی یا زینبیون جنگیدن مجرمند و بایستی در دادگاه نظامی ارتش پاکستان محاکمه بشن. البته که خیلی از این کسانی رو که از پاکستان رفتن سابقه جرم جنایت دارن، یعنی زندان بودن بنا به هر عنوانی، حتی مسئله مالی، کلاهبرداری، ارتشاق، قتل عمد، قتل غیر عمد و مسائل مالی اخلاقی که به حساب دفاتری در پاکستان دایر کرد جمهوری اسلامی و سپاه قدس که پولهایی رو میداد، کسانی رو حتی از زندان آزاد میکرد، کسانی که مسئله مالی حتی داشتن. پاکستانیایی که در امارات متحده عربی فیلم‌های مستند زیادی هست که شبکه‌های جهانی منتشر کردن که پول رو به خانواده‌ها میداد که از زندان آن شخص بیرون بیاید به شرطی که 3 سال 5 سال متعهد بشود که به عنوان مزدور برای جمهوری اسلامی بجنگد. در این مورد مشخص تا این لحظه آن چیزی رو که رایزنی ها نشون داده، پاکستانیا این دفعه شانه بالا زدن و آن توافقی را که می توانست امضا شود و زیر سوال گذاشتن و گفتن پاکستان احدی از این جنگجویان رو نمیپذیره. البته خب شرایط فرق کرده برای پاکستان. ما در طول یه هفته گذشته فقط 27 نظامی ارتش پاکستان کشته شدن در جنگ با در واقع نوار مرزی و در بلوچستان، مشخصا با طالبانی ها یا طالب های پاکستانی، چون طالبان دو شاخه مجزا دارد، طالبان پاکستان و طالبان افغانستان. من خواستم از این بحران به وجود آمده و از این وحشتی را که جمهوری اسلامی با وجود آوردن لشکر فاطمیون و لشکر زینبیون با ملت ایران سخنی بگویم که اینان می توانند هر کدوم به عنوان یک داعشی، به عنوان یک تروریست، به عنوان یک بمب متحرک برای ملت ایران در دوران گذار و دوران سقوط جمهوری اسلامی خطرناک باشن، مزاحمت هایی را ایجاد کنن، به قتل غارت و مشخصا غارت بپردازن. و قبلا هم در طول چند سال گذشته بارها به دنیای عرب که اشاره کردم، سوء استفاده سران دنیای عرب در طول 7 دهه گذشته رو گوشزد کردم که چطور با 3 میلیون تا 4 میلیون
پناهنده فلسطینی چه ها کردن و چقدر مزدور پروری و 3 نسل و 4 نسل مزدور پروراندن. مثلا صدام حسین، مثلا معمر قذافی که بیشتر آدم می‌کشتن، متعهدتر بودن از نظر به آن رأس دیکتاتور، خوناشامتر بودن، چرا که نفسشون، موندن خانوادهشون، حقوقشون، همه حتی شناسنامه عراقی و لیبیاییشون هم دست به حساب صدام و معمر قذافی ها بود اگر عمل نمی کردن به دستورات و اگر قتل نمی کردن و اینا خطرناکن. آن چیزی رو که الان قرائن و شواهد داره نشون میده اینه که جمهوری اسلامی 14,000 نفر رو به عنوان کسانی که شناسنامه پاکستانی دارن به دولت پاکستان ارائه داده. و کجا قرار است این فاطمیون و این زینبیون رو کجا قراره به حساب جا بده؟ در قم، در مشهد، اطراف قم، اطراف مشهد و اطراف سمنان و یزد. و اینو ما باید بدانیم که این پایگاه ها برای روز مبادا جمهوری اسلامی به عنوان آن لحظه سقوط که نیروهای اصلی سرکوب و بدنه سپاه کلن روگردان می شوند که باتون دست بگیرن ملت ایران رو لطه پار کنن، چشم دختران و پسران ما رو کور بکنن، اینا به میدون میان و تا لحظه هستن که بدانن جمهوری اسلامی هست. لحظه سقوط فقط غارتشان میمانه، همون چیزی که بغداد رو غارت کردن و گاف صندوق‌ها رو خالی کردن مزدورهای فلسطینی در واقع در لحظه سقوط و نبود و فرار صدام، و همین کار رو در لیبی و چندین کشور دیگر هم ما دیدیم، چرا که دیگر میدانن حقوقی نیست، دیگر میدانن خانه‌ای نیست، دیگر میدانن که زن و بچه گرسنگی احتمال مرگش است و چیزی رو غارت میکنن برای که از آن کشور برون. در مورد فاطمیون من خب در چند برنامه چند سال پیش خاطرم هست صحبت کردم از کجا آمد، چجوری پیش رفت. اردیبهشت 1392 22 نفر از افغان‌ها که بیش از 15 تا 17 نفرشون معمم به قول آخوندا بودن، یعنی عمامه دار بودن، عمامه سفید و عمامه سیاه و سید، اینا جمع شدن با قاسم سلیمانی گفتن آقا ما یک منطقه رو در سوریه که اسمش هم هست اتفاقا زینبیه، اونجا به ما بدید، ما یه تیپ درست میکنیم فاطمیون و از اونجا بخوایم از چارگوشه دنیا افغان و شیعه در واقع افغان هراتی بخوایم وارد بکنیم. که این وارد کردن چارگوشه دنیا مسئله جالبی، من بارها بهش پرداختم. تیم تحقیقاتی تلویزیون دولتی سوئد برنامه بسیار درخشانی داشت، یک پروژه عظیمی کار کرده بود 6 ماه و با دوربین‌های مختص صداگذاری رفته بود، فهمیده بود که مثلا افغان‌ها و جوان‌های افغانی که در 2015 217 هزار نفر به سوئد وارد شده بودن، آنانی رو که نرم اخلاق اجتماعی رعایت نکرده بودن، نتونسته بودن اقامت موقت خودشون رو تمدید کنن. چرا؟ به خاطر که جرم مرتکب شده بودن، دزدی از مغازه، مثلا راسته گوسفند بلند کردن از مغازه ها، مثلا تیغ ژیلت بلند کردن، چون این پرونده همه رو شد. یا کسانی رو که تعرض جنسی کردن، مزاحمت جنسی در اتوبوس، در قطار، یا کسی را که در واقع پرونده داشته در یک کافه باری مست کرده با شیشه آبجو زده بود گردن یک پسر سوئدی رو به حساب زده بود به خاطر مثلا اختلاف سر یک دختر. همه اینا رو که حکم اخراج در سوئد قرار گرفتن، جمهوری اسلامی در مسجد علی و عیان انصار خودش جذب می‌کرد، ازشون تعهد می‌گرفت، به جایی که دولت سوئد حکم اخراج و هزینه‌اش تقبل کنه، جمهوری اسلامی تقبل می‌کرد، می آورد در کشورهای اروپای شرقی و بعد از طریق استانبول به ایران اینا رو صدها نفر از این خلافکاران، جنایتکاران، متجاوزین، حتی پدوفیل ها که تجاوز کرده بودن به مثلا 2 برادری که به یک پسر بچه 7 ساله تجاوز کرده بود، جمهوری اسلامی بعد از آب توبه اینا رو به خدمت میگرفت. همه اینا قرار است که در ایران تجمیع بشن. عدد 50 تا 70 هزار نفر، کمترین عدد 45 هزار نفر. بعد از این لیست مکتوب که به بیرون درس کرد، یک وحشت عظیمی است که ملت ایران باعث چقدر حواسشون باشه از این جنگ آفرینان، جنگ سالاران، از این متجاوزین، قاتلین که جمهوری اسلامی داره میاره که در حوزه های شهرهای بزرگ ایران سکنا بده. در مورد فاطمیون که میشود گفت بنیانگذارش هم علیرضا توسلی، بهش میگن ابو حامد، که از جانیان خیلی سرشناسی بود در
دوشا دوش قاسم سلیمانی آدم میکش در حلب و در حمص و در سوریه. 1900 اگر در واقع 1393 به شمسی بخوام بگم، خودش و معاونش رضا بخشی که بهش میگفتن ابو فاتح، اینا با یک موشکی از هواپیما بدون سرنشین کشته شدن. ولی بعد از اون می شود گفت فاطمیون متشکل ترن، سابقه جنگیدن، جنگ شهری، جنگ شبه نظامی، میلیشیایی بیشتری دارن و بسیار بسیار خطرناکتر. از این فاطمیون گفته می شود که این فاطمیون بین 2000 تا 3000 نفر تشکیل خانواده دادن. همین قاتلین و متجاوزین مشخصا با زنانی رو که شناسنامه ایرانی دارن و 700 تا 1000 زنی رو که سوریه هستن از علوی ها یا از شیعیان سوریه. باید ببینیم که آیا اینا خانوادگی تشریف میارن به آغوش اسلام و در واقع مهد اسلام، یا ولی امر مسلمین جهان چه تصمیمی براشون میگیره؟ آیا به همه 50 تا 70 هزار نفر که این وحشت بسیار عظیمی است شناسنامه داده میشه به عنوان خوشخدمتی؟ باید ببینیم که چگونه و چطور به حساب اینا میخوان عمل بکنن. چیزی رو که من میخوام به ملت ایران بگم، باید هوشیار باشیم، باید بدانیم که مثلا آن جانوران یا آدمخوارانی که از ایالت خیبر پختونخوا در جنب بلوچستان از پاکستان آمدن، اونا شغل مزدوری و شغل آدمکشی نسل‌ها داشتن که جمهوری اسلامی جلب کرده و احتمالاً امروز فردا بهشون شناسنامه ایرانی بده خواهد داد. بدانیم و حواس این ملت جمع باشه و مواظب خودتون، خانواده هاتون و آن شهرهایی که اینا سکنا میگزینن باشین. فردا به عنوان شغل کارگر ارزان حواسمون باشه کسانی ایرانی ها نیارن اینا رو، یعنی آن چیزی که اگه اشباع بشن و حذف بشن و بیان داخل جامعه ایرانی خطر 100 برابر برای امنیت ایرانیان هست. من خواستم هشداری داده باشم و با شما هموطنام در میون بذارم این معضل بزرگ.